یه تکنیکی وجود داره به اسم تکنیک شمع که شما با روشن کردن یه شمع و یه مدیتیشن خاص میتونی چشم سومت رو فعال کنی. حالا مسئله اصلا این که چشم سوم فعال بشه یا نه نیست. ما میخوایم چک کنیم ببینیم چشم سوم چیه. پس با من همراه باش. سلام قشنگیا، خوش اومدید به 6مین مرکز انرژی چشم سوم. این ویدیو خیلی ویدیو خاصیه به نظر من، چون توش یه آگاهی هست که کسی که دوست داشته باشه ازش استفاده بکنه و بخواد توی مسیرش قرار بگیره، مطمئناً زندگیش به 2 قسمت، قبل از چشم سوم و بعد از چشم سوم، تبدیل میشه. بسیار چاکرا مهمی هست، بسیار چاکرا قدرتمندیه. توی 3 چاکرای معنوی ما که میشه چاکرای گلو، چشم سوم و چاکرای تاج، یکی از پرکاربردترین هاست و میتونم بهتون بگم که لطفاً کل تصوراتی که از چشم سوم دارید و بریزید دور، کنار بذارید، حداقل توی این ویدیو که هستید کنید و بررسی بکنیم این چاکرا رو با هم طبق چیزایی که من مطالعه کردم و تجربیات شخصی خودم و کتاب ماورای طبیعی شدن. دوستان، توی این کتاب ماورای طبیعی شدن از جو دیسپنزا توی سرفصل 12 قده پینئال که کاملا علمی راجع به چاکرای چشم سوم صحبت کرده و من این قسمت رو کاملا مطالعه کردم و هر چیزی که لازم هست که شما بدونید که این قده کجای سر شما قرار داره، کارکرد واقعی این قده چی هستش و اینکه از لحاظ علمی آیا یه همچین شیئی، یه همچین چیزی درون ذهن ما واقعیت داره یا نه، توی این کتاب کاملا توضیح داده شده و خواهش میکنم اگر ذهنتون ذهنی هست که اینجور مسائل رو رد میکنه، این کتاب برای شماست. دوستان، بعد از چاکرای 5 که مسئول و مربوط به بیان احساسات و همه چیزهایی که ما توانایی بیانش رو نداریم و پیدا میکنیم هستش، این چاکرای روشنبینی ما به اسم چشم دل و چشم خدا و چشم درونم میشناسنش و واقعیت این چاکرا هم همین هست. اگر فکر میکنید که چشم سوم باعث میشه که من جن ببینم، باعث میشه که من با غیر ارگانیکی در ارتباط قرار بگیرم، سخت در اشتباهید. حداقل من بهتون این آموزه ها رو یاد نمیدم، چون به صورت کاملا آگاهانه مسیر آموزش های من به سمتی هست که اگر شما غیر ارگانیکی هم دارید، اگر همزادی داری، چه میدونم یه شیطنتی کردی، یه احضار جنی چیزی داشتی قبلا، اگر یه همچین حالتهای انرژی هم داشته باشید، آموزشات من به سمتیه که اینها ازتون فاصله بگیرن و بتونید رها بشید و اینجا دنبال این نباشید که بخواید با جن و غیر ارگانیک ارتباط بگیرید، چون اصلا وقتی که چشم سومتو باز میشه خبری از این چیزا نیست. تو توی سطح بالا هستی و توی سطح بالاست که چشم سومتو باز میشه و اینا موجودات سطح پایین هستن. اینا غیر ارگانیک های بعد 1 و 2 هستن. انسانی که از هیچ چیز آگاهی نداره، اصلا آگاه نیست به انرژی درونش، به مراکز انرژیش، ناخودآگاه خدا اونو توی سطح 3 گذاشته. توی بعد 3 هستیم ما و اونا توی بعد 2 و 1 هستن و اونا باید تلاش بکنن که به ما برسن و تلاششون اینجوریه که تو رو بکشونن پایین، انرژی تو رو بکشن پایین تا بتونن سوار بر تو بشن تا اینجا یه کارایی از دستشون بر بیاد. وگرنه به خودی خود که توی بعد ما جای خاصی ندارن این موجودات و توانایی هم ندارن. تواناییشون رو از ما دریافت میکنن زمانی که
حالا طرف جن زده میشه، یا مثلا احضار جنی که میکنن و موکلی که حالا برای خودشون توی یه چیزی میذارن و ازش استفاده میکنن تا بره براشون یه سری کارها انجام بده، اون موکله اوکی اون کار برای تو انجام میده، ولی از این ور تو هم باید براش یه کارهای انجام بدی و اون نیاز به انرژی داره و انرژیشو چجوری دریافت میکنه؟ از طریقهای خیلی دیوانه کننده ای. واقعا اگه بخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم به خودی خود کلی زمان ازمون میگیره و ما میخوایم راجع به چشم سوم صحبت بکنیم. چشم سوم وقتی که فعال میشه تو از همه این غیر ارگانیک ها فاصله میگیری، یعنی حتی اگر داشتی یه همزادی باهات بوده، الان که چشم سومتو تونستی فعال بکنی این همزاد از تو فاصله میگیره. ممکنه اوایلش ببینیش، یه ارتباطی بزنی، حسش بکنی، اما خیلی زود از تو فاصله میگیره و جدا میشه، چون مسیرتون متفاوت هستش. تو در مسیر آگاهی هستی و اون در مسیر بعدهای پایینی هستش که تو اصلا به تو ربطی نداره. در ضمن شخصی که بخواد با جن و غیر ارگانیک ها در ارتباط باشه، مدیتیشن های خاص خودشون رو دارن، در یک محیط بدون نور و در رطوبت کامل قرار میگیره و یه سری کارهایی که سطح انسان بودنت رو میکشونه پایین انجام میده، حتی مثل اینکه مدفوع خودشون رو میخورن یا با محارم خودشون رابطه برقرار میکنن تا بتونن به اون انرژی دارک دست پیدا بکنن و اصلا چیز جالبی نیست. واقعا فکر نکنید که من الان یه جن پیدا میکنم میره واسم گنج پیدا میکنه. نه، از این خبرها نیست. واقعا کل زندگی تو تحت تاثیر این موضوع قرار میگیره و نکنید لطفا. حالا یه برگشت بزنیم به موضوع اول، چشم سوم. این چاکرا هم مثل بقیه چاکراها تنها در صورتی فعال میمونه که همشون همزمان فعال باشن، چون اینا چرخدنده هایی هستن که باید توی هم قفل بشن تا اون یکی رو به حرکت در بیارن. هر کدوم از چاکراها که دچار گرفتگی، گره بستگی یا یه مشکلی پیش بیاد که از بالانس خارجش بکنه، باعث میشه که روی بقیه چاکراها هم تاثیر بذاره. به خاطر همین ما 7 روز داریم و توی 7 روز هفته باید هر روز برای یک چاکرا یه پاکسازی، یه انرژی دهی، یه آگاه شدن از وجود اون چاکرا درون بدنت داشته باشی توی مدیتیشن هات که بتونی از این قدرت ها استفاده بکنی. برای زمانی میگم که بهتون گفتم بچه‌ها تلپاتی بکنید برای جذب پول، بچه‌ها تلپاتی بکنید برای اینکه روابطتون رو بهتر بکنید، تلپاتی بکنید برای اینکه هر کاری که میخواید بکنید میتونید براش تلپاتی بکنید. بعدن که بهتون میگم بچه‌ها میخوایم با ابرآگاهمون ارتباط بگیریم، چشم سوم مثل یک استیجه که تو برای دسترسی به اون توانایی‌های بالایی که میشه ارتباط با ابرآگاه، سفر روح، پرواز روح، شما میتونید همزمان توی چند جای مختلف باشید. نمیدونم به اصطلاح چی بهش میگن، میتونید طیول ارز بکنید و خیلی کارهای ماورا طبیعی که اصلا الان میگیم خندتون شاید بگیره، ولی اگر تونستید بعداً انجام بدید حتما یاد این ویدیو من بیفتید، چون این استیج رو کسانی که لایق هستن لمس میکنن و دریافت میکنن و توش قرار میگیرن. این استیجی نیستش که تو بگی من با روزی 5 دقیقه مدیتیشن با هفته 2 بار مدیتیشن به دستش میارم. نه، این یک قدرت هست و تو مدیتیشن میکنی برای آرامش ذهنت، اما مدیتیشن های چاکراها هدف دیگری دارد. هدف مدیتیشن چاکراها دستیابی به قدرت‌های درونی مونه و این چاکرا همون چاکراییه که در واقع سکو پرتاب اون کارهاییه که بعداً میتونیم انجام بدیم. طولانیش نمی کنم، بریم سراغ این چاکرا. 6مین مرکز انرژی که توی پیشونی ما قرار داره. جهت گردش انرژی برای خانم ها توی این چاکرا که بین 2 ابروی ما از داخل قرار داره
در جهت گردش عقربه های ساعت برای خانوما و خلاف عقربه های ساعت برای آقایون هستش. عنصر این چاکرا نوره. این عنصر مربوط میشه بچه چشم سوم یک نماد مصر باستانه و قرار نیست که ما این نماد رو مدرنیته بکنیم و به حالت جدیدی بخوایم توضیحش بدیم. واقعا باید مفاهیم باستانی خودش حفظ بشه و چشم سوم نماد خورشید بوده، نماد نور، نماد آگاهی، نماد دریافت شهود هستش و همه این نمادها فکر کنم خودشون به خودی خود توضیح دادن که این چاکرا چیه. این چاکرا به تو نشون میده لایه های زیرین هر مسئله رو. مسائلی که ما روزانه باشون درگیر هستیم از چندین لایه درست میشن و این دوتا چشم من فقط لایه سطحی مسائل رو میبینه. چشم درون من هستش که میتونه قصد و غرضها رو ببینه، میتونه حاله های انرژی رو ببینه، میتونه نیت های خوب و بد رو تشخیص بده. این لایه های زیرینی که هر مسئله‌ای ازش ساخته میشه فقط توانایی درکش با چشم سومه. به اصطلاح بهش میگیم حس ششم. ما 5 تا حس داریم که حالا اونا رو بذاریم کنار. یک حس ششمی هم هست که میشه همین چشم سوم. اونجایی که تو میفهمی نباید با این آدم ارتباط بگیری چون قصد و غرض خوبی از این ارتباط با تو نداره. اونجایی که تو میفهمی بالفرض این مسئله به نفع تو نیست، این سفر برای تو خوب نیست. الو دایی میشه نرید مسافرت؟ من احساس میکنم خوب نیست، ممکن اتفاق بدی براتون بیفته. گوش نمیده، میره مسافرت، تو راه لاستیک میتره که ماشین چپ میکنه، حالا دور از جونشون ولی یه اتفاق خیلی سختی رو پشت سر میذارن با اینکه همشون سالم میمونن خدا رو شد. و اون لحظه تو کاملا فهمیدی که اتفاق بدی در انتظارشونه. شاید تصادف رو ندیده باشی ولی فهمیدی که از توی این مسافرت رفتنه یک اتفاق بدی در انتظار این خانواده است و بهشون هشدار دادی و به نتیجه نرسیدن. مطمئن باش دفعه بعدی که به یکی هشدار بدی بیشتر جدیت میگیرن چون از این ور دیدن که واقعیت داره اتفاق میفته. اینو براتون در قالب مثال زدم که یکم لمسش بکنید، آگاه بشید به این چاکراتون و حسش بکنید. این نیست که حالا حتما باید یه همچین حالتی رو تجربه بکنید یا یه همچین چیزی رو با دوستان و آشنایانتون داشته باشید. شاید همه الهامات شما مربوط به خودتون باشه. شاید تو به یه حدی برسی که فردا صبح تو ساعت 10 توی مثلا فلان لوکیشنی که قرار هست ببینی جلوتر خودتو توی اون موقعیت ببینی و بفهمی که اونجا مثلا یه پیشنهاد کاری بهت میشه که از این بابت میتونه به نفعت باشه که اینجوری، از اون بابت نه اونجوری. متوجه میشید چی میگم؟ چاکرای چشم سوم یه چاکراییه که اول از همه بک‌گراند چاکرای تاجه. یعنی تا چاکرای چشم سومتون اکتیو نباشه چاکرای تاجتون هم فعال نمیشه و این همون استیج است که تو تا به اون استیج نرسی نمیتونی یهو بری بالا پرواز کنی. زمانی که از سوشمنا انرژی حرکت میکنه به سمت بالا و کندالینی ایجاد میشه. کندالینی همون قدرت روشنبینی هستش، همون قدرت دیدن چیزهایی که با چشم حقیقی ما قابل دیدن نیست. این نیست که حتما یک چیزی جلوی تو وجود داشته باشه که تو ببینی، تو یک واقعیتی رو شاید ببینی، درک بکنی، یک شهودی رو شاید دریافت بکنی. 3 تا نادی خیلی مهمه، آیدا، سوشمنا و پینگالا، اینجا توی چشم سوم به هم متصل میشن. فکر کن یکی از پایین اومده یکی از چپ اومده. این 3 تا نادیای خیلی مهم بدن ما اینجا به هم متصل میشن و نماد ماه و خورشید و کیهانن. بازم خیلی جالب میکنه معنی این چاکرا رو، چون که
نماد خورشیده و حالا داره با نماد ماه و نماد کیهان هم اونجا دیدار میکنه و اینها هر کدوم یک تأثیری روی اون یکی میذاره و کلا یک سیستم کارکرد خیلی جذاب داره و واقعا تو بدون اینکه بدونی زمانی که میافتی توی مسیر هر چیزی که درست میکنی آگاهانه به صورت غیر ارادی و ناآگاهانه یه سری چیزای دیگه ای هم داره خوب میشه. شما زمانی که میافتید توی مسیر پاکسازی و آگاهی یه کاری که آگاهانه انجام میدی از اون طرف 10 تا کاری که ناآگاهانه داره برای تو انجام میشه که تو رو به پیشرفت و موفقیت هل میده وجود داره که اینا لایه های پس از هر کدوم هست و تو زمانی که به اون آگاهی میرسی میگی که ببین من چشم سوممو تمرین دادم، الان دارم با قسمت سایه درونی خودم چقدر خوب ارتباط برقرار میکنم، چقدر خوب میتونم مسائلم رو تحلیل بکنم، چقدر عالی شده روابط من. زمانی که توی پاکسازی و فعالسازی چاکراهات مشغول هستی هر روز یک بهبودی توی مسائل، توی ارتباطاتت، توی بیماری و سلامتی خودت حس میکنی و اینها دقیقا همون قدرت‌های درونی هر انسانه که با فعال شدن چاکراها هی داره به یه قدرت جدیدی دست پیدا میکنه. اولش که این چاکرا رو فعال میخوایم بکنیم در واقع ما اول این چاکرا رو پاکسازی میکنیم بعد فعالش میکنیم. خیالاتون راحت باشه، من یه مراقبه در انتهای 7مین چاکرا براتون میذارم که 21 روز است برای پاکسازی 7 چاکرا. مطمئن باشید که بعد از انجام دادن اون مراقبه تمام گرفتگی های چاکراهاتون به صورت کامل از بین میره و موفق میشید که هر 7 تا چاکراتون رو پاکسازی بکنید. اوایلی که دارید روی پاکسازی چشم سومتون کار میکنید ممکنه اینجا یه حس تو رفتگی یا برآمدگی داشته باشید، یه حالت مرمور شدن، گزگز، شاید یه سری سردردهایی داشته باشید اوایلش که طبیعیه، اوکیه، اینا یه سری برون ریزی انرژیه و هر کسی تجربهش میکنه. اندام های مرتبط با این چاکرا هم کلیه اندام هایی که توی سر ما هستش، غده صنوبری و هیپوفیز از داخل منظورمه، همه اینا رو درگیر میکنه و مانتراش هم اوم نیست، متوجه میشید؟ اویی که اولش با شدت آه و بعدش میکشه رو میم. و عکس مودرا که براتون اینجا گذاشتم میتونید مدیتیشنش رو بکنید. برای شروع یک مدیتیشن خیلی ساده مثل بقیه چاکراها داره که توی محل مدیتیشن قرار میگیرید، با نفسهای عمیق مدیتیشنتون رو شروع میکنید و کم کم تصور میکنید که یک نور آبی رنگ توی قسمت چاکرای چشم سومتون در حال ظاهر شدن هست و به مرور این نور رو بعد از اینکه کاملا آگاه شدید بهش و کلی درخشان شد به کل بدنتون بفرستید و تا کف دستاتون و کف پاهاتون حس بکنید این نور رو و حاله خودتون رو هم حتی آبی ببینید. و مدیتیشن هاشو حالا در آینده 2 تا مدیتیشن خیلی خاص داره که اونا برای فعالسازیه، جاست فعالسازیه و الان اصلا نمیگم چون میدونم که هنوز اونقدر آگاهی وجود نداره که بتونیم این مدیتیشن ها رو به صورت رایگان در اختیار همه قرار بدیم، چون خب پس اونایی که نیت بدی دارن چی میشن؟ و اما مدیتیشن هایی که توی این ویدیو میخوام بهتون بگم یکیشون همون مراقبه شمع هستش. وای نسوزم. مراقبه شمع به این صورتی که شما یک شمع روشن میکنید و میذارید جلوتون
و به مدت 2 دقیقه 3 دقیقه به این شم زل میزنید بدون اینکه پلک بزنید و تمرکزتون رو از روی این شم بردارید. به این شم زل میزنید و همینطور که به این شم زل زدید قشنگ 2 دقیقه گذشت. حالا چشاتون رو میبندید و همین شم رو تصور میکنید اینجا. اصلا این مراقبه یک شوک عظیمی میده به چشم سوم شما که اگر گرفتگی شدیدی هم داشته باشه با این مراقبه باز میشه، چون زمانی که چشماتو میبندی و این شمع رو اینجا تصور میکنی کاملا شمعه رو اینجا میبینی و خب به خاطر اینه که 2 دقیقه روش تمرکز کردی دیگه و کل تمرکزت رو همون لحظه منتقل کردی به چشم سومت و برات بعد از یه چند وقت تمرین کردن اکتیو میشه. و میتونید برای باز شدن چشم سومتون یه تکنیک دیگه هم انجام بدید. تا 40 روز هر روز صبح که از خواب بیدار میشی مستقیم بری جلوی آینه و با چشای خودت به یکی از چشمات، دوتاش نه، به یکی از چشمات به انتخاب خودت زل بزنی. انقدر به چشم خودت نگاه بکنی و پلک نزنی تا از چشم تو اشک بیاد و اشک میادا، یعنی ممکنه طول بکشه ولی لطفاً ادامه بدید تا زمانی که اشک بیاد. بعد از اینکه از چشمتون اشک اومد دیگه مراقبه رو تموم کنید و اوکی همه چیزو به روال قبل برگردونید. با انجام دادن این مراقبه هم شما خیلی زود میتونید چشم سومتون رو فعال بکنید. بچه ذهن ما بازیگوشه. ممکنه طی این دوره‌ای که داریم پاکسازی انجام میدیم یه تصویرایی بهمون نشون بده، یه چیزایی بخواد بهمون نشون بده، تصویر سازی بکنه یا حس برامون بسازه که شاید واقعیت نداشته باشند و اینا همه بازیگوشی‌های ذهنمونه. آگاه باشید نسبت بهش. همچنین یوگا که حرکات پاکسازی چاکرای چشم سوم توسط یوگا هم براتون اینجا عکسشو میذارم. اینا رو هم میتونید روزانه انجام بدید و باید انجام بدید، چون یه ذره آدم مدیتیشن میکنه، یه ذره یوگا میکنه، یه ذره آگاهانه نسبت به چاکرایش فکر میکنه و انرژی میده، این میشه که چاکرای شما فعال بشه و یعنی هیچ کدوم به خودی خود با وجود اینکه ما همه رو با روتین خاصی انجام نمیدیم باعث نمیشه که ما چاکرامون فعال بشه و مثلا یه ذره از این یه ذره از اون تمرینه که باعث میشه چاکرای ما اکتیو بشه. پرونده چشم سوم باز هستش، تمرینات ادامه داره. 2 تا مدیتیشن دیگه هست که در آینده بهتون میگم، اونا دیگه 100% و تضمینیه، ولی برای این سطح از آموزشی که ما الان در ابتدا میخوایم آگاه بشیم روی چاکرامون و یه سری حسای شهودی برای خودمون دریافت بکنیم لازم نیست اون کارا. و مهمتر این که آگاه بشید از همچین توانایی هایی که دارید و ارزش بذارید برای خودتون، تمرین بکنید و خودتون رو جدی بگیرید بچه‌ها. به خودتون اعتماد کنید، از هر کسی بیشتر به احساساتتون اعتماد کنید، احساساتتون رو سرکوب نکنید، چون سرکوب کردن احساسات باعث میشه که چشم سومتون بسته بشه و بعد دیگه مجبور میشید واسه باز کردنش از تکنیک شمع استفاده بکنید. به هم نظراتتون رو توی کامنت ها حتما بگید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد به پاس حمایت لایک و کامنت